کمپرسور مال کولر گازی مال یخچال داریم، معمولا روش همچین چیزیه. بعضی وقتا ممکنه به این شکل باشه، بعضی به این شکل قرار بگیره، بعضی برعکس باشه. ما از کجا بفهمیم که این سه تا سر ما کمپرسور ما سه تا سر داره؟ هر کمپرسوری که برای یخچال برای کولر سه تا سر داره. ببین بچه‌ها سه تا سی میاد به اینا وصل. میخوام تشخیص بدیم که این سه تا کدومش سیه، کدومش اسه، کدومش آره. سه سر کمپرسور. به توسط اوهمتر و میایم 2 به 2 اوهما رو اندازه میگیریم. دو تا میایم اوهم سرا رو میبینیم و یادداشت میکنیم. اگر مثلا اینو بگیریم 1 ببینیم کدوم به کدوم 1 2 3 میگیم بین 1 و 2 اوهم ما شده 60 مقاومت ما شده 60 اوم. بین 1 و 3 شده اوم و بین 2 و 3 2 و 3 60 1 و 3 20 و این میشه. یه رابطه میبینیم که این مجموع دو تا بالاییاست. میگیم اون دو تا سری که از همه بیشتر اوهم دارن یعنی 2 و 3 درسته؟ سر سوم میشه کامون ما. سر سوم میشه کامون. این دو تا سر ما 60 اوم پس میشه کامون. حالا نگاه میکنیم بین کامون و اون دو تا دیگه یعنی 1 و 2 1 و 3. اونی که اوهم بیشتری داره دوباره یعنی بین کامون و اون دو تا دیگه اونی که اوهم بیشتری داره میشه استارت و اونی که اوهم کمتری داره میشه رانینگ. حالا میریم رو سیمپیچه نگاه میکنیم. ببینید بچه‌ها وقتی شما اینجا دوباره اومدی اوهمت زدی همون اوهمت رو حساب بکن اینجا الان زدی درست شد. ببینید بچه‌ها یه جریانی اوهمت میفرسته میاد از توی این سیم میاد تپ 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 همون دست اندازا یه جریانی ازش یه حالشو میگیره یه ذره انرژیشو میگیره میاد از توی رد میشه باید بیاد از توی سیم پیچ بیشترین دست انداز و مقاومت ما در برابر عبور جریان داریم درسته. پس بین R و S ما بیشترین مقاومت رو داریم 60 اوم درست شد. حالا اگر بیایم این سبزه رو از اینجا بعد به این وصل کنیم یه سرمون به آره یه سرمون به سی نگاه کنید این تعداد دست اندازاش کمتره تو آر پس به تبع مقاومت کمتری داره. بین سی و آر ما سی و آر 1 و 3 20 اوم داریم درست شد. یعنی مقاومت کمتری بین آر و سی یعنی کامون ما رانینگ و کامون. نگاه میکنیم این مقاومت این سیم ما کمتره اصلا این ذاتاً هست بیشتری مقاومت برای سیم پیچش خیلی ریستر بیشتره. حالا از اون طرف مرحله سوم میایم اس و کامون رو میگیریم. اس و کامون رو میگیریم این که اس و کامون 1 و 2 40 اوم. نگاه میکنیم این مقدار سیم پیچی ما مقدار مقاومت ما اینجا بیشتره. شاید این الان برای شما خود سنگین باشه ولی تکنیسیان هایی که کار میکنن اینو کاملا متوجه میشن. پس سه سر کمپرسور رو اگر خواستیم ما پیدا کنیم به همین طریق عرض کردم با اوهمت 2 به 2 میگیریم. اونی که بیشتر از همه بود اون دو تا سر بیشتر اون میشه کامون. اونی که بین کامون و اون دو سر دیگه میگیریم کمتری میشه رانینگ بعد میشه استارت. اما اگر شکل ما به این شکل قرار گرفت یعنی برعکس شد همین کار رو میتونیم انجام بدیم ولی استاندارد میگه این وقتی به این شکل قرار میگیره سمت راستی ما میشه استارت این میشه رانی این میشه کام. اما میگه باز چه کار کن با اوهمت بگیر گمراهت نکن.